سلام، مهرافرین منوچهری هستم، مدرس مارولس دیزاینر از مجموعه استاد تیم. توی این قسمت راجع به ادیت و پین قسمت 3D میخوام باهاتون صحبت کنم. خب برای این کار من اومدم از قبل یک لباس رو ترسیم کردم، در نمای 2D اون رو رسم کردم و در نمای 3D اون رو دوختم و تن مانکن کردم. اولین ابزار سلکت و موو نام داره که برای ادیت قسمت 3D تون به کار میره. برای ادیت پترن هاتون میتونین روش کلیک کنین و یک نمای گیزمو داشته باشین و پترن هاتون رو تکون بدین. اگه سیمولیت روشن نباشه پترن با شما حرکت میکنه و نمیتونین بکشین مثلا پترن رو جابجا کنین به این صورت. الان من سیمولیت رو روشن میکنم و روی همون ابزار ادیت هم هستم و لباسم رو میتونم اینجا بکشم. ولی اگه سیمولیت روشن باشه خود پترن با من بلند میشه و میاد. حالا این قسمت رو میبینیم که من میتونم لباس رو تکون بدم. ولی اگه سیمولیت رو الان من خاموش کنم بخوام این رو بکشم اینجا برای من جابجا میشه، یا اصلا میتونم به صورت دستی بدون استفاده از گیزمو رو تکون بدم. خب من یک کنترل زد میزنم تا برگرده سر جای خودش. ابزار بعدیمون سلکت مش و انواع پین ها هست که پینمون به صورت باکس یا به صورت دستی شما میتونید خطی این رو پین کنین. اینجوری روی بدن شما میتونین بکشین و ول کنین آخر و تمامی اون قسمت رو براتون پین میکنه. و پین کردن به چه معنیه؟ یعنی همونجور که لباستون روی تن مانکنتون هست پین میشه و اگه سیمولیت رو روشن کنی دیگه هیچ اتفاقی براش نمیفته و همونجا سر جای خودش میمونه. میبینید؟ حالا من اینو تکون بدم این قسمت همجور صاف مونده. برای اینکه اینا رو دیلیت کنیم از سلکت مش استفاده میکنیم. یک کلیک انجام میدیم و دیلیت روی صفحه کیبوردتون رو میزنیم. برای باکس هم همین شکله. شما میاین روی قسمت باکس این رو میگیریم به صورت مربع مستطیل اون رو پین میکنیم و باز با سلکت مش شما میتونید این رو دیلیت یا ادیتش کنید. قسمت بعدی تگ هاست که شما میتونید لباستون رو تگ کنید. خب قسمت تگ ادیتش خود تگ و تگ به آواتار. قسمت تگ خالی شما میتونید از یک قسمت شروع کنید و یک قسمت دیگر نقطه بزنید و این دو قسمت به هم میرسن. اگه سیمولیت رو روشن کنم الان این نقطه بالا به نقطه پایینم وصل میشه و به هم میرسه و پارچه رو به هم میرسونه اینجوری. یه راه دیگه هم هست که شما میتونید از همین تگ برای خود آواتارتون استفاده کنید. روی قسمت تگ آواتار میرم و یه قسمت از لباسم رو کلیک میکنم. من مثلا قسمت گردنم و به خود مانکنم و اینجوری این نقطه به خود مانکن میچسبه و لباسم رو به مانکنم پین میکنه. و الان من سیمولیت رو روشن میکنم و این پین میشه و اگه من لباسم رو بکشم باز این قسمت جدا نمیشه ازش. برای دیلیت کردنش رو روی ادیت تک میرین، روی نقطه مورد نظرتون کلیک میکنید و دیلیت رو میزنید و دوباره سیمولیت میکنید. توی قسمت بعدی شما تگ های لاینی رو یاد میگیرید. خب یعنی چی؟ به چه معناست و چه شکلیه؟ اگه تو قسمت قبلی تگ رو انجام داده باشی شما میدونید که یک کلیک کنید و یک کلیک دیگه این نقطه ها به هم دیگه پین میشن. ولی تو این نوع تگ شما یک خط رو میکشید. شما میتونید هم یک خط صاف بکشید یا یک مستطیل بکشید. دیگه بستگی به خودتون داره که چه خلاقیتی دارید. برای قسمت آخر شما باید دوباره کلیک کنید و دوباره یه قسمت دیگر رو میکشید تا این دوتا به هم دیگه پین میشن.
قسمت بعدی به همین شکله، ولی شما میتونید لباستون رو به بدن، مثلا اینجا من یه خط میکشم و دوباره توی بدنم رو یه خط دیگه میکشم و این قسمت رو به لباسم پین میکنم و سیمولیت رو میزنم و الان با دست اگه اینو بکشم هیچ تغییری نمیکنه و سر جای خودش میمونه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی خسته نباشید.